مثل پلاته بتینگن پلاته الکل توشه؟ فکر کنم الکل توشه. آره. خوشمزه هست. سلام دوستان، من و فرزانه میخوایم یکم توی شهر بگردیم و یه ولاگ از شهری که توش زندگی میکنیم و براتون بگیریم و همچنین میخوایم غذاهای آلمانی رو براتون تست بکنیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. همین اول از یه منطقه‌ای میریم که خودمون خیلی دوست داریم. با فرزانه بعضی وقتا از اونجا رد میشیم و یه جای خیلی قشنگ و سرسبزیه، نه اتوبوسمون. بچه‌ها نشد که بریم از تو خط رابر پیاده بریم، یه همین زود سریع رفتیم که بیشتر از این منتظرتون نذاریم. از این سوراخه میریم داخل. من اینجا رو خیلی دوست دارم بچه‌ها. بعضی وقتا با فرزانه از اینجا رد میشیم. اینجا خونه نیست؟ نه، این مال همین رستوران است. رستوران نمیدونم تالار عروسیه، یه چیزی تو همین مایه هاست. بچه‌ها یه توضیح درباره این چیزا بهتون بدم. همینایی که الان گذاشتم اینجا یکی نزدیکترش هست. این برای ملخ‌های بی خانمان و نمیدونم زنبورای بی خانمان. قشنگ همینو روش نوشته. تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. اینم که واسه شون درست کردن که حشرات بی خانمان ها اینجا خودشون زندگی کنن. یخ زدم خیلی سرد. بریم تو این پارکه، بعدم برگردیم از اینجا بریم. این پارک هم یه پارک خیلی کوچولو و جمع و جور و قشنگیه. از این گلایی که تو ایران بود. آره تا حالا ندیده بودم. از این گلا منظورشه. توت فرنگی. اینجا باغچه توت فرنگی. آره توت فرنگی داره. پارک خیلی کوچولو و جمع و جوریه، فقط هم گل و گیاه اینا داخلشه. این پشت هم بچه‌ها درختای آلبالو و گیلاس و اینا داره، سیب و از این چیزا. بیا از اون جای خودمون برگردیم. بچه‌ها بارون هم داره میباره، جاتون خالی. اینا چیزن، چی بهشون میگن فرزانه؟ یه مدل کلام خود آلمانیا استفاده میکنن. بیا بریم از این کوچه رد شیم. بچه آره راست میگه، بارون داره شدید میشه، دوربینمون هم داره خیس میشه. فدا سرتون. کاش سطح می آورد. از اینجا بریم. بچه ها اینجام که باز گل و گیاه و خیلی شهرمون سرسبزه، خیلی خیلی قشنگ سرسبز. اینجا بچه ها جاده خاکی. یه روز بارونی اومدیم داریم ولاگ میگیریم. برایش من و تو هم دیگه کلا رد دادیم. خب فرزانه جان کجایی؟ اینجا. بیا با هم بریم. من یه تیشرت دستم پوشیدم، بازم هوا خوبه، فقط بارون داره میباره. کجا سرده؟ شهری که توش زندگی میکنیم شهر کوچیکیه ولی خیلی شهر قشنگیه. از لحاظ امکانات همه امکانات توش هست، ولی توی آلمان کلا داستان اینجوریه، شهرها همه به هم نزدیکن. مثلا با شهر بزرگی از اینجا ما 10 کیلومتر فاصله داریم. اینم بانک شهرمونه. من ولاگو خیلی کوتاه براتون میگیرم بچه‌ها، یه ولاگ کوچیک جمع و جور، چون که به خاطر بارونم دیگه زیاد دوربین خیس نشه. اینجام که یه خیابونیه، یه نماد شهر حسابه. بچه رو ببین. دامن مامانشو گرفته، میگه مامان برام بخر، بستنی برام بخر. واقعا مامان خوبی دارید. این دوتا آقام دارن میرن چیز. فرزانم رفت. فرزانه کجا؟ اجازه بگیر ازشون. آب بینیش جاری شده. بچه ها اینم کلیسا، همین روبروم کلیسای کاتولیکاست. معمولا بچه ها این میدون به اصطلاح این فضای اینجا کنار کلیسا کل جشنا و جشنواره ها اینجا اجرا میشه. مثلا میبینی واسه سال نو یه ولاگ براتون میگیرم، همینجا ما مثلا آتش بازی میکنیم، کنار همین کلیسا هست و کنار ساختمون شهرداریمون. اینم ساختمون شهرداریه، اینم داروخونه. سلام، خوب هستی؟ نه بچه ها ساختمون کلیسای چیزه،
انجیلی فانگلیش به زبون آلمان یا پروتستان. جا ببینید گلا رو کجا کاشتن. این ساختمونی که بانک بهتون نشون دادم جدیده. توی همین بانک 100 یورو جا گذاشته بودم بچه‌ها. اینجا یه جشنواره بود، رفتم پول نقد بگیرم، 100 یورو گرفتم و تو همین بانک پول رو جا گذاشتم. آفرین. فرداش ولی اومدم یکی پولو پیدا کرده بود و انداخته بود تو صندوقه. بهشون گفتم دیروز عصر اومدم پول جا گذاشتم اینجا و اونا هم مردونگی دیگه پولو بهم برگردوندن. توی ایران بود. زنم اومد. اینم اون ساختمون کلیسا است ولی از عقب. پشتش به ماست. اونم طلا فروشی، بریم نگاه کنیم. اونم طلا فروشی. اینم طلا فروشی. فرزانه همش چشش اینجاست. بچه دوباره دست به آب. آسیاب آبیه، چیش میگن. از اینجا آب میاد، دقیقا از اینجا آب میاد و اینو داره میچرخون دیگه برامون. خب بچه ها ما بریم غذا رو سفارش بدیم، ادامه ویدیو رو براتون میذاریم. سلام دوستان، ما برگشتیم خونه و غذاها رو سفارش دادیم. کل غذاها شد 42 یورو، درسته؟ و ما الان شروع میکنیم به تستشون. آماده ای؟ آماده بریم. خب واسه شروع ما از سوپ استفاده میکنیم دیگه، باید پیش غذا استفاده بشه همیشه. اسم سوپ رو قبلش بهتون بگم. اسم سوپ هست سوپ به اصطلاح عروسی بهش میگن اینا. اسمش هوخزایت سوپ است. هوخزایت به توی زبون آلمانی یعنی عروسی. چیز خاصی ننوشته برش، فقط نوشته محتویات فراوان. ولی چیز خاصی من پیدا نکردم از داخلش. حالا ما تستش کنیم براتون ببینیم ازش چجوریه. قاشق آوردی خانم؟ با این خب چوپاکسیه. توپن هیچ هم چندش نیست. سب کن. اینا محتویاتی که داخلشه. چندش آخری رو خوشمزه است. قیافش چندش؟ نه قیافش هم چندش نیست خداییش. بچه ببینید من نشونتون بدم. از اینا داخلشه. یه توپو میگن، چی میگن این ژاپنی چینی مینی اینا میخورن. یه چیزای توپ مانندی داخلشه. توپ بخور. توپ بخور. انگار مرغ و سیب زمینی با هم قاطی شده اون توپا و یه توپای ریز ریزی هم داخلشه. خوب بود مزش. مزاش خوبه. آره مزش خوبه. من از 10 به این 7 میدم. من 3 میدم. خوب بود مزاش. این مزاش خوب بوده 3 داد. فقط به خاطر مزش دیگه. قیافش یه عکس براتون میگیرم قیافش هم ببینید. این مرغ رو داشتم بیرون. خودش بچه من عکس گرفتم خب، ولی نظر بدید ببینید واقعا قیافش بده یا داره ادا در میاره. خب بریم غذای اول رو تست کنیم. اسم غذای هست متینگنا بورزه. استیک گوشت چرخ کرده است، همون همبرگر خودمون حساب میشه، همراه با سیب زمینی و سالاد و اینا که دورشه. خودتون میدونید دیگه همبرگر در اصل ساخته خود کشور آلمانه. شهر اسمش هم برگرفته شده از شهر هامبورگ. هامبورگر. خب بچه ها همونجوری که میبینید یه دونه همبرگره همراه با سیب زمینی سرخ کرده و یه سری سالاد این طرف که سالادش هم شامل جوانه جوه. گندم یا گندم نمیدونم شبیه جوانه جوه، جوانه گندم یا جوانه عدسه یه چیزی. سالادش که تروب داریم، تروبای قرمز، کاهو، اینم همین بهش میگن این سبزی اسمش یادم رفت، من دوست دارم. گوجه همین. داخل همبرگرش هم که یه سری خیارشور رو گوجه چسبیده به سقف. البته اینا خیار شیرینن، خیارشور نیستن. خیارشور اینا شیرینه یکم بچه، یه مزه شیرینی داره همیشه. و زیر همبرگر هم که سس چیز زدن، سس آره کاهو و سس مخصوص همبرگر زدن، تیپ دمنیا. یه تیکه همبرگر سیب زمینی رو تو این بار تست کن میخوایی. همبرگر برسه به من. از این قسمت من یه تیکه بکنم.
خیلی از همبرگرهای مکدونالد و کینگ برگر و اینا بهتره. خیلی خوش برگر کینگ و اینا. sen میدی؟ من دوست داشتم 8 میدم. منم بهش 8 میدم. غذای بعدی اسمش هست بسلا پلاته، بتینگن پلاته. اینا به این میگن فریکادله، یه دونه حالت کتلت مانند و چیزه. اینجا ما سیب زمینی هایی که به اصطلاح کبابی شده داریم و سالاد. خوبه. یعنی واقعا انتظار نداشتم غذای آلمانی خوشمزه باشه. آره این فریکادله با سس خردل خیلی مزه. بعضیا میگن که آلمانی غذا ندارن و حالا ما غذای خیلی ساده شون هم انتخاب کردیم. اگه یه روزی بشه بازم یه ویدیو دیگه درباره بعضی از غذاهاش درست میکنیم مال آلمانی رو، ولی واقعا به نظر من مزه غذاهاشون خیلی خوشمزه است. آلمانیا صبحونه شامشون همیشه سبک میخورن. ما عادت داریم شام هم غذای سنگین بخوریم، ولی آلمانیا نه. آلمانیا صبحونه شامشون غذای سبک میخورن. اینا فکر کردن دیگه همون جوریه. از ده به این چند میدی؟ به اینم 8 میدم. دوست داشتم. من چون که همبرگره رو بیشتر دوست داشتم به این 7 میدم. اینم که قیافه کاملش این شکلیه. ما یه بستنی هم دیگه مخصوص همین رستورانه بود سفارش دادیم که متاسفانه آب شده. مزهش مونده، همه آب نشده. ولی واقعا بستنی هاشون خیلی بدمزه است. 2 سال اینجا احتمال فکر کنم تو این 2 سال 3 بار یا 4 بار بستنی خوردم. اصلا دوست ندارم. نه خب من همه بستنی. الکل توشه؟ فکر کنم الکل توشه. آره. خیلی خوشمزه هست. من به خاطر الکلی که توی بستنی ریختن چون واقعا مزهش خیلی دوست داشتم. به اینم 8 میدم. زوری نگاه نکن، اون برو نگاه کن. من به این 1 میدم. واقعا من بستنی هاشون رو دوست ندارم. هر دفعه من بیچاره باید یه ضربه از این فرزان خانم بخورم. امروز هم زهر خودش رو ریخت. بچه‌ها برای فرزانه از اینا گرفتم یه چالنجی بذاریم، از اینا تست کنه. امیدوارم که ببازه، ولی دلم نمیاد کامل یه دونه چیپسش بهش بدم. و اینکه اینم گرفتم براش. اینم باز برای چالنجامون آب نبات یا پاستیل با مزه های عجیب و غریب. امیدوارم خودت به بازی تست کنی. خب دوستان امیدوارم که خوشتون اومده باشه و یه چیزی هم بگم، اگه بیرون رفتین به جای مکدونالد بریم رستوران آلمانی. خوشمزه تر بود واقعا غذاش. یه چیزی هم بگم، قیمت این نسبت به مکدونالد خیلی گرون‌تره. من به قیمت کار ندارم. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو ما رو همراهی کردید. امیدوارم لذت برده باشید و تا ویدیو بعد بای بای.